اما سوره کافرون باشد، اندر بیان سوره کافرون بعد بسم الله الرحمن الرحیم که الله این سوره را با قل یا ایها الکافرون شروع میکند. بگو ای محمد بر این کافران، قل یا ایها الکافرون، بر این کافران بگو. این سوره مبارکه چگونه که معلوم است سوره کافرون گفته می شود، توقیفی است. قل یا ایها الکافرون به خاطر اینکه الله بر پیامبر امر کرده که بگو بر کافران، کافرون. و همچنین این سوره مشقشقه نمیگویند، اجتهادی است، چون نفاق و کفر و شرک را از توحید چکو میکند، جدا میکند. و این سوره بیان امر الله سبحانه و تعالی بر رسولش است که بر مشرکان، بر کافران اعلان نماید، بر مشرکان آشکار اعلان نماید اینکه آنچه که آنها عبادت میکنند رسول الله نباید آن را عبادت نماید و عبادت نمیکند، از بت‌ها و از سنگ‌ها و از هر چیزی که هست. و این سوره عبادت هم گفته میشود، اجتهادی است. و همچنین سوره دین چه میگویند، چون لکم دینکم در آخر آیات اومده است، لکم دینکم ولی دین، دین شما از خودتان، دین من از خودم. عدد آیات های این سوره 6 تا است و در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیب نازل شدن این 18 سوره است، اما ترتیب آن در مصحف 109 سوره می باشد. و موضوعات این سوره مبارکه سوره کافرون بیان واجب بودن براءت بیزاری از کافران و دین آنهاست، بیان واجب و فرض بودن براءت بیزاری از کافران و دین آنهاست، براءت از کافران و اهل کافران. این سوره کافرون این سوره توحید است، براءت از شرک است، بیزاری از ضلالت است. و مشرکان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت نمودند، دعوت به یک صلح نمودند، از او صلی الله علیه و سلم طلب نمودند که رسول الله الهی آنها را 1 سال عبادت نماید و آنها الهی پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله را 1 سال عبادت نمایند. پس این سوره سپس نازل شد، این اعمال شرکی و کفری و سخنان زشت آنها را رد کرد و در اینجا جدایی بین اهل ایمان و بین اهل اوثان و شرک را تقسیم کرد و بر اهل کفر رد کرد و بر فکر اندیشه آنها را نیز رد کرد. پس مناسبت این سوره با ما قبلش، هنگامی که الله سبحانه و تعالی سوره کوثر را ذکر کرد که بعد این سوره کوثر است، کسانی که رسول الله را بد می‌دیدند از کافران، در حال این سوره کافرون نازل شد. رسولش را امر نمود که اعلان نماید بین کفر و اسلام جدایی اندازد اکنون. برای همین با ندا شروع کرد، قل بگو، قل یا ایها الکافرون، ای کافران، تکرار بر آمد و در آخر آیت با لطف و آسانی گفت لکم دینکم ولی دین، یعنی آنگونه که من این رساله را برای شما کامل رساندم و شما را بیم دادم از این اعمال کفریتون، از این اعمال قبیحتون و در این تقصیری هم نکردم. اگر قول ما را شما قبول نمیکنید پس من رو بگذارید، من در دین خودم باشم، شما در دین خودتون باشید. و این سوره مبارکه مستحب است که پیش از خواب خوانده شود و این سوره براءت بیزاری از شرک است و این سوره چهارک قرآن نیز در بر میگیرد. چگونه که سوره اخلاص 31 قرآن در بر میگیرد، این چهارک قرآن در بر میگیرد. قل یا ایها الکافرون، بگو بر کافران. و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بین سوره کافرون و سوره اخلاص در موضع‌های آنها را جمع میکرد، چون در سوره اخلاص توحید است، توحید عملی است. سوره اخلاص توحید عملی است، سوره کافرون توحید علمی است. لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمیکنم آنچه را که شما عبادت میکنید. برای همین در اینجا جدایی است بین آن کس که الله را عبادت نماید و آن کس که عبادت نمیکند. کسی که الله را عبادت نماید، کسی که غیر الله را عبادت نماید، در حالی که هر دو اقرار می‌نمایند که الله ربی، پروردگار همه چیز است، یکیش الله را عبادت میکنه، دیگرش با همراهی الله کسی دیگر را عبادت نماید. این جدایی است. لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمیکنم آنچه را که شما عبادت میکنید. قل یا ایها الکافرون، بگو ای رسول برای آنان، برای کافران که به الله و رسولش ایمان نآوردند، ای کافران. پس کافر و کافر گفته می شود. لا اعبد ما تعبدون، من چیزی را که شما میپرستید از بت‌ها، از معبودان باطل نمیپرستم. چیزی را که شما عبادت میکنید من آن را عبادت نمیکنم. لا اعبد ما تعبدون، در حال حاضر، ولا انا عابد ما عبدتم، در آینده همچنین آنچه که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم. پس این سوره منهج اصلاحی است، قبول نکردن هیچ راه روش مگر راه روش کتاب و سنت. بارک الله فیکم. و بیان باطل بودن منهج آنها. اما تفسیر این سوره مبارکه، سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون، قل بگو بر کافران، آشکار روشن بگو، قل یا ایها الکافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمیکنم آنچه شما عبادت میکنین. براءت بجو از آنها، از دین آنها، از منهج آنها، از راه روش آنها، در ظاهر و در باطن. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما نیز چیزی را که من میپرستم عبادت میکنن، از معبودی بر حق شما عبادت نمیکنید و در آنچه که معبودی بر حق را عبادت میکنید در آن اخلاص ندارید، در آن عبادتتون اخلاص ندارید، چون با همراهی الله کسی دیگر را نیز عبادت نمی‌نمایید. عبادت شما الله را با شرک است و
عبادتی که با شرک است و عبادت شمرده نمیشود. برای همین بین این دو فرقه جدایی، بین اسلام و شرک، بین این دو طایفه. لکم دینکم گفت ولی دین در آخر آیات. دین شما از شما، دین من از خودم. دین شما از خودتون بود، دین من از خودم بود. برای همین در جا چی فرمود؟ ولا انا عابد ما عبدتم. و من پرستنده چیزی که شما میپرستید نیستم. آن چیزی که شما از باطل عبادت میکنید من پرستنده آن نیستم. آن چیزی که شما در عبادت الله شریک میآورید با الله من از آنها نیستم، بلکه من الله رو با اخلاص عبادت نمایم. اما ولا انتم عابدون ما اعبد. و شما نیز پرستنده چیزی که من میپرستم با اخلاص الله رو عبادت میکنید، شما از جمله آن نیستید. و این آیه کریمه نازل شده است در حق آن شخصانی که الله میدونست که آنها ایمان نمیآورند، آنها از دین روی گردان هستند، سرکش هستند، با الله شرک میآورند در عبادتش. برای همین چی فرمود؟ لکم دینکم ولی دین. شما رو دین خودتون، از آنچه که پیروی دارید از باطل، از آنچه که عبادت خود را با شرک آمیخته نمایید، از آنچه که در عبادت خود اخلاص ندارید، از آنچه که عبادت خود را با شرک با عبادت غیر الله آمیخته میکنید، دین شما از خودتان بود. بعد آنه که حق را قبول نکردید بمیرید با آنچه که در آن کفر و شرک ضلالتی هستید. ولی دین، پس دین من که دین برحق است، غیر آن دینی ندارم، غیر آن الهی را عبادت نمیکنم و اله را با اخلاص عبادت میکنم، چون الله ما را با این امر کرده است. غیر این دین دیگر رو طلب ندارم. این از تفسیر سوره کافرون. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.